مسئله آب. ولی دیدیم که برادرای عزیز، ولی آب میارن یک وقت آبی خالی بود. حاضر همون آب به آب زمزم تبدیل دادن. حاضر آب زمزم میارن. با دردن آب زمزم باز یا عسل میریزن یا قند میدازن یا نبات میدازن و شیرین میکنن. مقصد چیه؟ یعنی اگر که نوشیدن زندگیشان شیرین میشود. برادرای عزیز و خواهرای عزیز، همین سادگی ها و همین بیفهمی ها را اگر ترک سازین، ترک سازین خواهرای عزیز. آیا زندگی هایی که پیامبر نازنین داشت، ابوبکر صدیق داشت، نه آب بود، نه عسل آب بود، نه آب زمزم بود؟ برای اینکه زندگی دختری تو خوب شود، تو مادر میان تا ببند، میان ببند و دخترک تا حفظ که، دخترک تا از راه های بد، ای شوگردی ها، ای کوچگردی ها، ای تلفن بازی ها، بین از اینها مقصد دخترک تا حفظ که، دخترک تا نگه بدار. اگر تو بخوای که دخترک دختری خوشبخت شود، دخترک تا قرآن خوان که، دخترک تا با ادب که، دخترک تا با حیا که، دخترک تا پخت و پز نشان بده.